name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 9 English book, Unit 5, Lesson 3, pages 51 and 52. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس امروز ما و شما. کتاب انگلیسی صنف نهم، فصل پنجم، درس سوم، صفحات 51 و 52. Dear students, before we start our new lesson, let's review what you have studied in the previous lesson. شاگردان عزیز، قبل از اینکه ما و شما بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاه می داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied just one section. در درس گذشته شاگردان عزیز ما و شما فقط یک بخش را خواندیم و یاد گرفتیم. And it was reading. و بخش خواندن بود که ما و شما بسیار یک متن جالبه در مورد ضررهای سیگارت ما و شما خواندیم. So in today's lesson we will study 3 sections. خب شاگردان عزیز، در درس قرار است امروز ما و شما یاد بگیریم 3 بخش میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Conversation, grammar and writing. اولین بخش را قرار است بخوانیم محاوره یا گفتگو است. دومین بخش ما و شما دستور زبان است و آخرین بخش را قرار است ما و شما بخوانیم writing یا نوشتن است. میفهم شاگرد عزیز، کارهای خانگی را انجام دادین، حتما تا آخر میبینم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه آماده، بریم درس خود شروع کنیم. Conversation، محاوره یا گفتگو. Pair work، کار جوره است. Practice the following conversation with your partner. محاوره ذیل را همراه با دوستتان، شریکتان یا پارتنرتان تمرین کنید. خوب به دقت گوش کنین. ما براتون میخوانم، معنا میکنم، پنسل همراهتان باشه. جایش که نفهمیدین معنایش نوشته کنین. باز خیره، اگه کدام لغتش نفهمیدین حتما داخل بپرسین. نجیب میگه Oops, I missed the can. نجیب میگه اوه، قوطی در کثافت‌دانی نیفتاد. ببینین شاگرد عزیز، missed از دست دادن معنا میته درست، اما ایجا بر ما یک مفهوم افاده میکنه که امی کثافت را که میخواست یا امی قوطی را که میخواست در کثافت‌دانی بیندازه، امی نفتاد در کثافت‌دانی. پدرش چی میگه؟ پدرش میگه I can't believe it نجیب. How many times have I told you not to throw your trash on the road. پدرش میگه باورم نمیشود نجیب. چند بار برایت گفتم که کثافات را در روی سرک نینداز. نجیب میگه Don't worry dad. تشویش نکو پدر، نگران نباش پدر. The cleaners will collect the garbage. افراد تنظیف زباله ها را جمع آوری میکنند. پدرش میگه نجیب I want you to be a more responsible person. You can't expect others to collect your garbage. You've made me really angry. پدرش میگه نجیب میخواهم بیشتر مسئولیت پذیر باشید. نمیتوانید انتظار داشته باشید که دیگران کثافت های شما را جمع آوری کنند. واقعا من را عصبانی کردی. نجیب میگه Sorry dad. I promise you to be more careful. نجیب به پدر خود میگه ببخشید پدر، وعده میدهم بیشتر مراقب باشم. بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود کانورسیشن یا محاوره ما و شما که معنا کردیم، خواندیم، یاد گرفتیم. وقتش است که اگر جای نفهمیدین، کدام سوال مانده پیشتان، کدام لغت نفهمیدین، میتونین بپرسین. فکر کنم که سوال داره است. دسته بلند کردی. انصار بفرما، سوال داشتی؟ استاد expect چی معنا دارد؟ آها، بسیار خوب انصار عزیز. expect یعنی که انتظار داشتن یا توقع داشتن، درست؟ قسمی که ما شما در متن خواندیم، پدر نجیب بر نجیب گفت که
تو از دیگران این انتظار نداشته باش کثافت های را تو در روی سرک مندازی او را دیگران بیای بر تو جمع کنه. درست؟ expect یعنی که انتظار داشتن یا توقع داشتن. خب وقتی از بریم به طرف گرامر یا دستور زبان. خوب به دقت گوش کنین شاگردان عزیز. ما شما در درس‌های گذشته infinitive خواندیم. درست؟ infinitive یا اسم مصدر pattern 1 یا pattern A یا طرح یا مدل اولش خواندیم ما شما. در درس امروز ما شما شاگردان عزیز pattern 2 or pattern B طرح یا مدل دومش میخوانیم که چه رقم است. پس خوب به دقت گوش کنین، خوب متوجه باشین تا یاد بگیرین. verb plus object plus infinitive. ببینین در درس گذشته ما شما تنها verb plus infinitive بود اگر به یاد داشته باشین. درست؟ در درس امروز ما شما یک object هم اضافه شده. verb plus object plus infinitive. درست؟ بیاین که بخوانیم مثالایشه. I want نجیب to stop throwing trash on the street. متوجه شدین شاگردان عزیز؟ ببینین verb ما شما چی است؟ want. subject pronoun I. want verb میشه. درست؟ اما objectش چی است؟ نجیب. to stop چی میشه؟ infinitive میشه. خوب دقت کنین به مثال بعدی. Father would like him to be more responsible. جمله بعدی. The teacher told him not to litter. ببینین شاگرد عزیز the teacher چی است؟ subject ما از. درست؟ told verb شد. خب بعد از verb چی داشتیم در structure ما شما؟ object داشتیم. درست؟ told him objectش است و infinitive not to litter. بسیار خوب شاگرد عزیز. بازم یک خلاصه براتون میگم. verb plus object plus infinitive ای pattern B or pattern 2 است. درست؟ مدل یا طرح دومش است از infinitive. در درس گذشته ما شما فقط verb plus infinitive خوانده بودیم. بازم براتون میگم infinitive چی بود؟ to plus base form of the verb. to همراه با شکل اول فعل که میایه میره برش میگن infinitive. خب بریم به طرف یک اکتیویتی یا فعالیت که می درس خود خوبتر یاد بگیریم. Activity A choose the correct verb. از ما شما خواسته که افعال درسته انتخاب کنیم. بر ما شما یک جمله داده و در یک جمله 3 verb داده یا 3 فعل داده. از ما شما خواسته که مو درستشه انتخاب کنیم. بریم و انجام بدیم. The first sentence جمله اول Our teacher always advised us to keep and keeping the environment clean. Our teacher always advised us to keep the environment clean. جمله دوم He invites scientists talking to us about pollution. کدامش؟ He invites scientists to talk to us about pollution. جمله سوم We asked them and they to tell us about smoking. کدامش درست است؟ We asked them to tell us about smoking. خب شاگرد عزیز 3 دانه شما براتون انجام دادم. 2 دانه دیگهش میمونه شما میتونین انجام بدین. بریم به طرف بخش writing یا نوشتن. بسیار یک بخش جالب در مورد مکتب، در مورد پاکی و صفایی مکتب. خب بیاین که کار کنیم. writing نوشتن. Write the main places of the school, example Gracia, classes, library, hall, and etc. In the first part of the graphic organizer, then answer the questions in detail. خب شاگرد عزیز از ما شما چی خواسته شده و ما شما باید چی کنیم؟ با طرف کتابایتان ببینین بر ما شما گرافیک ارگانایزرها یا مو اشکال گرافیکی داده شده در کتاب. خب ببینین اسکول مکتب از ما شما خواسته که مین پلیسز جاهای اساسی مکتب خود نوشته کنیم. خب بعد از اینکه نوشته کردیم چی کنیم؟ بعد از اینکه نوشته کردیم باید به سوالات به جزئیات بریم و جواب بدیم. خب چه رقم بیاین که کار کنیم.
school مکتب. parts of the school بخش های مکتب. خب کدام بخش ها؟ ببینید میتونیم نوشته کنیم classes صنف ها، library کتابخانه، lab لابراتوار، yard حولی مکتب and corridor و دهلیز مکتب. خب part considered یک بخش یا یک جای مکتب که ما شما کانسیدر میکنیم، امور را مد نظر میگیریم. مثلا the classes یا صنف ها را مد نظر میگیریم و سوال پاسخ میدیم. چه رقم؟ فکر کنیم که ما شما صنف مد نظر گرفتیم. What would happen to the school if the above parts were dirty؟ یا مکتب یا چند جای دیگه مکتب ما شما در نظر میگیریم. از ما شما سوال شده که اگر امی جایی را که ما شما نام گرفتیم در مکتب کثیف باشه چی اتفاق میفته؟ ما شما باید نوشته کنیم. بیاین که بیشتر براتون راهنمایی کنم. در پایین صفحه ببینید شاگردان عزیز، بر ما شما یک ورق داده شده. What can we do to keep this part clean؟ ببینید شاگردان عزیز چی میکنین؟ اول در مجموع از ما شما سوال شده که اگر این جاهای مکتب یا این اجزا یا این بخش‌های مکتب که ما شما نام گرفتیم، مثلا صنف، دهلیز، لابراتوار، کتابخانه و جای دیگه، اگر این بخش‌ها کثیف باشن یا کثیف شوند ما باید چی کنیم یا چی اتفاق رخ میده؟ بعد از اینکه را جواب دادین شما شاگردان عزیز، بعد از این به دیتیلز یا به جزئیات میرین. درست؟ قسمی که شاگردان عزیز در مورد یک بخش شما با جزئیات چی میکنین؟ جواب میتین. مثلا classes صنف ها. What can we do to keep our classes clean؟ ما باید چی کنیم یا ما چی کرده میتونیم که صنف خدا پاک نگاه کنیم؟ شما میتونین که جواب بدین که شما باید چی کارا رو انجام بدین که صنفتان پاک و تمیز باشه. خب شاگردان عزیز، وقتی است که درس خود یک جمع کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied 3 sections. در درس امروز که ما شما خواندیم 3 بخش را آموختیم. Conversation محاوره، grammar دستور زبان and writing و آخرین بخش را که ما شما خواندیم بخش نوشتن بود. وقتی از بریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتابچه آماده نوشته کنین homework یا کارخانگی. Write the conversation of page 51. Write the conversation of page 51. conversation یا محاوره صفحه 51 شاگردان عزیز شما در کتابچه هایتان نوشته میکنید. بسیار خوب شاگردان عزیز، کارهای خانگیتان انجام بدین. درس امروز ما شما در اینجا به پایان میرسه. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشین، براتون موثر تمام شده باشه. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خود میبینیم. شما رو به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.